شاکر زندگی ای بابا اینم شد زندگانی. ماشالله چه خان. چی شد؟ کسی چیزی گفت؟ آره ما بودیم. چطور مگه؟ زبونش بند اومده. رضایی؟ رضا تو که مرده بودی ها؟ کجا بودی پس اگه نمرده بودی؟ سلام رضا. سلام. هرچی میخواد براش بیار، هرچی خورد به حساب منه. بیا اینم پولش، بقیه‌اش مال خوده. خداحافظ. خب چی میل دارین؟ بقیه پول میل دارم بده من. اگه نمیخواد چیزی بکن. نه بقیه پول بده. رد کن بیاد مطلب. ارباب میبخشه نوکر نمیبخشه. نوکر پادرت من بروسلی گیلانم دریوری نگو فهمیدی یا نه؟ تو چی غلط کردی؟ کسی چادر سرش نباشه. خب من مثل شاخ شمشاد حاضرم. تو چطور عزیزم؟ یه ساعت این حاضر داماد عزیزم. ماشاءالله تو حاضری همسر فردای ما؟ من نمیدونم حالا چرا ما باید بریم رشت عروسی کنیم. مگه همینجا چطوره؟ ای بی سلیقه. آخ تو نمیدانی رشت عروسی کردن چه مزه‌ای داره. نزد تو بدم. این بر پلو، اون بر میرزا قاسمی، اون بر باقل آقا تو، این بر ماهی. می ولایت قربان باشم الهی. ای بل کن منو چرا بغل میکنی؟ تو توی باقل من چیکار میکنی خبره؟